سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان. جدیداً در سوشال میدیا دنیای مجازی بحث از این است که یک سایت جدید اعلان شده. ما رفتیم تحقیق کردیم، سایتش معتبر هست و همچین آپشنی را داره. به خاطر کاریابی، به خاطر قوه کار، به تمام قاره ها اینا یک آفری را ماندن که هر کس بیاین خود راجستر بکنن. حتی افغانستان هم جمله آسیای میانه شاملش هست و میتونید داخل از این سایت برین راجستر بکنین. اگر شما قبول شدین و مورد تایید کارفرمای اونا بودین، حتما براتون ایمیل میکنه و براتون میگه که چگونه و چه کارها را انجام بدین و از چه طریق بیاین. نیوفاندلند یک سایه خیلی کلان، مثل یک جزیره، مثل یک شهر، مثل یک استان که مقام اول هم گرفته بودن در حساب بهترین شهر آمریکای شمالی. جمله کانادا هست و شما رو به حساب قوه کار میخواین، به خاطر کار میبرن اونجا و شما شامل کار میشن و بعد از مدتی هم حساب شما سیتیزن میشن، یعنی اقامه میگیرن از اونجا و بسیار کارهای خوب دیگه. ما طوری که مطالعه کردیم و تحقیق کردیم جای خوبی است، ولی راجع به این که چگونه اعلان نتایج میشه، کیا برنده میشن، کیا انتخاب میشن، تمامش در ایمیلش میایه و خود اونا براتون میگه و مطلع میشن. و سایت هست به نام نیوفاندلند هست. میریم سایت رو باز میکنیم، طریقه راجستریشنش رقم است. کار بسیار آسان است، در ظرف چند دقیقه، ولی آمادگی باید داشته باشین. تمام اسناداتون آماده بکنین و داخل سایت درج بکنین و سابمیت بکنین. چی چیزها کار هست، چی چیزها نیست، تمامش در هنگام خانه‌پوری سایت من براتون میگم. به خاطر اتلاف وقت که وقت زیادی نگیره و ویدیو خسته کن نشه، یک راست میریم سر خانه‌پوری و در حین خانه‌پوری من اطلاعات کافی را بر شما میتونم. ببینین داخل کامپیوتر یا موبایل گوگل کرومتون رو باز میکنین. این سایت هست، ببینین سایتش هست. من لینکش در کپشن ماندیم، کپشن باز بکنین در قسمت پایین ویدیو، لینکش که میبینین و رویش کلیک بکنین سایت باز میشه. این قسمت سایت هست نیوفاندلند لابرادور. معلوماتش از هومش هست، ببینین در تاریخ 24 جنوری وقت دارین، 6 صبح 6 شب که باید راجستر بکنین. پس اصلا ضرر نداره، حتما این کارا بکنین، هیچ مشکلی نداره. اگر فایده نداشته باشه اصلا ضرر نداره. پس میایم در قسمت راجستریشن، در قسمت کلیک میکنیم. در قسمت راجستریشن کلیک کردیم و برای ما باز شد. ببینید نوشته که در فرست نیم باید نامتان اینجا ذکر بکنین، لاست نیم تخلصتانه، ایمیل آدرس تانه باید ذکر بکنین، سیتیزن کدام کشور هستین، افغانستان هستین و کجا فعلا زندگی میکنین، افغانستان هستین. تحصیلات چقدر هست، تحصیلات ندارین، تحصیلات ابتدایی دارین، لیسانس دارین، لیسانس ندارین، در اسناد ندارین، یعنی در محصل هستین و دیپلم و ماستر و دکتر. کسایی که 12 پاس از گریجویت دیپلم بزنن، کسایی که محصل هستن، کسایی که پنتون خلاص کردن. من بچلر میزنم و ورک اکسپریانس میگه چی کارها رو شما بلد هستین. ببینید اینجا کاتگوری داره در مورد هر کاری که شما بلد هستین، مثل انجینیری هست، مارکتینگ هست، بخش صحت هست، بخش دواخانه هست، تمام اینا رو میبینین. پس من به حساب مسلک خودم ICT رو میزنم و دیزاینر نوشته میکنم در قسمت آدر، چون پای زیادی هست بلد هستیم. در قسمت آدر در گزینه پایینش نوشته میکنم گرافیک دیزاینر، موشن دیزاینر، تو تمامش من اینجا ذکر کردم که من چی کارها را بلد هستم، تمامش ذکر کردم.
میگه شما توکن اینا دارین؟ میگم نداریم. میگه لسانتان انگلیسی رو بلد هستین یا خیر؟ میگم بله. و در قسمت انگلیسی حالا اسناد دارین یا خیر؟ میگم بله. دیگه میگه از کدام اسناد دارین؟ میگم تافل دارم. اگر ندارین شما نور میزنین و هیچ همونطور میگذارین. این خب مربوط من میشه. تافل اسکور چند هست؟ مثلا 81. یا ببینین یعنی کسایی که دارن، اگر ندارن نور میزنین، تمام اینا حذف میشه و ادامه پیدا میکنن. فرانسوی بلد هستین یا خیر؟ میتونم به زبان فرانسوی ایمیل بکنم امتحان بگیرم؟ میگم نه. و در حساب کدام کشور شما تحصیلاتتان انجام دادین؟ تحصیلات ما در افغانستان بوده، تحصیلات ابتدایی ما. و گزینه اساسی که اینجا هست، ببینین 3 تا سوال مطرح میکنین و جوابش از 3 تا سوالتان اینجا میتین. مثلا سوال اول نوشته میکنین که ما اینجا نوشته کردیم What country do you want to work in؟ یعنی چرا این کشور باید چرا در این کشور شما میخواین کار بکنین؟ در اینجا در جواب شماره 1 نوشته میکنین ما به خاطر از اینکه یک کشور جهان اول است میتونم کار بکنم. همچنان یک سوال دیگه به انگلیسی مطرح میکنین، جوابش در اینجا میتین که او کشور شما رو به چرا قبول بکنه، چرا میایین. یک سوالای انگیزشی، سوالایی که واقعا اونا رو بگن که نمی یک کارمند خوب است باید این رو بگیریم. همچین سوالایی رو باید مطرح بکنین. 3 سوال مطرح بکنین و 3 دانه جوابش هم باید اونجا ذکر بکنین. باز میایم در قسمت پایین ترش. میگه شما از کجا یه خبر شدین که ما همچین پروسی را داریم؟ ما میگیم سوشیال میدیا خبر شدیم. و میگه اینجا سی وی تان ببینید، شما باید سی وی داشته باشین. یک سی وی را جور بکنین که ما ورک اکسپریانس، تجربه کاری ما چقدر هست. به حساب دری اگر بگویم بیوگرافی تان که شما کجاها کار کردین، از کدام سال تا کدام سال، چقدر لسان بلد هستین، تمام اینا را شما باید ذکر بکنین. بالفرض سی وی تان به فایل ورد هست یا پی دی اف هست، در جایی که هست پیدا بکنین و در اینجا درج بکنین. بالفرض من میگم اینی سی وی هست و اوپن میکنم و سی وی در اینجا میایم و میگم من ربات نیستم و قسمت سابمیت میزنیم. وقتی که سابمیت بکنین در این قسمت برای تشکری میه و سابمیت میشه و در ایمیلتان هم یک پیام میه. من اینجا ایمیل خود باز میکنم براتون. ببینین از اینجا ایمیل برای ما آمده، راجرستیشن کانفرمیشن برای آمده، کد داده، تمام چیزها داده که در ایمیلتان هم براتون میاد. و 2 تا ایمیل آمده و قسمت بالایش پروفایل ما هست. تمام میگه بزودی میبینیدتان و وقتی که کار کردین دیگه ایناله باید بشینیم که کارفرما در مورد شما چی تصمیم میگیره. کارفرما تصمیم میگیره که آیا شما را بخواه یا خیر. پس بهتر است حتما هیچ ضرری نداره ایمیل بکنین. چه نزد هر کسی رفتین در خانه ایمیل بکنین، نیاز نداره در جای برین. واسه اگر مشکلی داشتین نمبرهای واتساپ ما در پایین هست، ایمیل بکنین، ما در خدمتتان هستیم. کارمندای ما جوابتان میده و یا خودتان ایمیل بکنین، هیچ ضرری نداره. حتما این را یک امتحان بکن.